حادثه شکنجه دو ساکن حصار به خاطر به گردن گرفتن کشتار صادر نکرده آنها یکی از کمترین حادثه است که مورد تحقیق قرار میگیرد. در شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار از شرح حادثه مذکور به خاطر به گفته آنها خلل نرسانیدن به تفتیشات خودداری کردند. اما شریف حبیب الله سردار ریاست نظارت قانونها در بخش امور داخلی دادستانی کل تاجیکستان در رابطه به این پرونده گفت 5 نفر کارمندان میلیسیای شهر اشوار، 2 نفر ساکن ناحیه اشوار را برای گزاراندن عمل تفتیشاتی روبرو کنی و محکمه تفتیشاتی رقم 1 سرایست جزای جنایتی وزارت رئیس جمهور حاضر میکنند. بعد گزاراندن این شهروندان را جواب میدهند، ولی شخصان نامعلوم در قسمت بگو اونها را برده عذاب شکنجه میدهند تا که اونها وظیفه گیرند جنایتی صادقاتی در هرچند اشتراک این 2 نفر در صادق نمودن جنایت مقصد وزن کشتار اثبات کرده نشد. مقامات میگویند در سال 2015 21 و در سال 2016 17 مراجعت شهروندان عاید به شکنجه شدنشان از دست خادمان حفظ حقوق به مقامات دادستانی دسترس شده است، ولی نه همه آنها تصدیق خود را یافتند. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان میگوید در سال گذشته از 17 مراجعت عاید به شکنجه 14 حالت تصدیق خود را نیافته است و در نسبت 3 کارمند میلیسا پرونده با ماده های 143 و 316 کادکس جنایی باز کرده شده است. سازمان های مدافع حقوق انسان میگویند که در بیشتر حالت ها نفران بازداشت شده با گمان صادر کردن جنایت در روزهای اولی به دست افتادنشان به هنگام دادن بیانات یا به خاطر اعتراف گناه شکنجه میشوند. نگینه بهریه و مسئول سازمان جمعیتی ناتبین میگوید Одна из рекомендаций комитетов ООН и спецдокладчика по пыткам является то, что государство должно разработать. یکی از توصیه‌های سازمان ملل متحد به دولت تاجیکستان تأسیس یک سیستمی به قید گرفتن حادثه‌های مربوط به شکنجه و زورآوری است که هنگام به قید گرفتن همه نوع‌های زورآوری به اعتبار گرفته شود و جریان تفتیش و بحث‌های دادگاهی ثبت شود. ولی تا هنوز در تاجیکستان همچنین سیستم به راه مانده نشده است و از این رو به ادعای دادستان کل که شکنجه در نسبت سال گذشته کم شده است نمی‌شود اعتماد کرد. Вот такой системы как таковой на сегодняшний момент нету. سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی تاجیکستان با تکیه به مراجعت‌های شهروندان میگوید در سال 2016 شکایت‌ها عاید به ویران شدن آیین‌نامه خدمتی عسکری بیشتر شده است. دلبر صمدوی رئیس دفتر آزادی‌های شهروندی تاجیکستان میگوید بر اساس مراجعت‌های شهروندان در نسبت حادثه‌های لطوکوب عسکران در قسم‌های حربی سال به سال افزوده است. شریف حبیب الله سردار ریاست نظارت قانونها در بخش امور داخلی دادستانی کل تاجیکستان میگوید هر مراجعه شهروندان در مسئله شکنجه جدا تفتیش کرده می شود.